اینایی سیم رسه خیلی آدم بودن کافه دا. بازداشت مهاجران در شهر کاتلنیک ولایت مسکو. شب گذشته پلیس روسیه نزدیک به 100 مهاجر تاجیک را بازداشت کرد. این ادامه بازداشت است که یک هفته باز دوام دارد. الان تفتیش میکنن با بافیم برو میکنن. شاهدان میگویند شب گذشته بیش از 100 مهاجر را از قهوه‌خانه دیدار، راحت، امینه و 33 هاوس که به تاجیکان تعلق دارند بازداشت کردند. دو شب پیش شماره بازداشت شدگان 300 نفر بوده است. پلیس مهاجران را تحقیر و برخی را هم اخراج کردند. روی کردن در کل بران چطور بکنن در اوکراین مقصد سنگ ازدیوات سوره. بازداشت و تحقیر مهاجران در کاتلنیک پس از مراجعت گروهی از ساکنان به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بود که دعوا داشتند محل زیستشان به انکلاو یا جزیره تاجیک تبدیل یافته است. در شبکه‌های اجتماعی ساکنان روستبار از این عمل مقامات پشتیبانی کردند. کارشناسان رفتار مقامات روس را با مهاجران هدفمندانه می‌دانند. Внутренняя проблема, которую можно катализировать и отвлечь внимание от проигрыша в войне против Украины. برای روسیه مشکل داخلی لازم است که توجه را از باخت‌هایش در جنگ ضد اوکراین به دیگر طرف کشد. حالا تمرکز به بازداشت و لطوکوب مهاجران تاجیک روانه شده است که شمارهشان زیاد است. متاسفانه رسانه‌های روسیه و به نام فعالان در جامعه ضد مهاجران تشویق و پشتیبانی می‌کنند و عمل ضد مهاجران را مردم بومی دستگیری می‌کنند. از طرف دیگر روس‌ها فشار می‌آورند و بازداشت‌های دستجمعی را برای سفربری به جنگ استفاده خواهند کرد. از احتمال دور نمی‌دانم که با چنین راه می‌خواهند صف ارتش روسیه غاصب را کامل کنند. Для пополнения уже состава российских оккупационных войск. حالا تقریبا قهوه‌خانه‌های تاجیکان در شهر کاتلنیک به مشتری مانده است. مهاجران میگویند دیگر از ترس به بیرون نمی‌روند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است که اکثرش در مسکو و ولایت‌های اطراف آن میباشند. بارها اذیت و آزار مهاجران رسانه‌ای شده بود، ولی حالا وضع به یک معرکه هماهنگ شده و سراسری مانند است.